ابزار انتخاب مستطیلی شکل. این ابزار دومین ابزاری هستش که توی نوار ابزار فتوشاپ شما میتونید ببینینش و کارش این هستش که یک محدوده منظم از شکلتون رو براتون انتخاب بکنه. یعنی الان وقتی که این ابزار انتخاب هست و درگش میکنین یه محدوده مربع شکل رو براتون انتخاب میکنه. کلا توی ابزار انتخاب اون رو حواستون باشه از هر ابزار انتخابی که استفاده بکنین وقتی که محدوده ای از کارتون رو انتخاب بکنین، هر کاری که انجام میدین مثلا مثل رنگ کردن، پاک کردن یا هر کاری دیگه ای، فقط رو همون قسمت انتخاب اتفاق میفته، همون روی همون که فقط اعمال میشه. اگر روی این ابزار کلیکتون رو نگه دارین، ابزار انتخاب دیگه ای هم میبینین، شکل‌های مختلفی میبینین که اینا همشون میبینین که منظمن. مثلا الپتیکال محدوده دایره شکل رو براتون انتخاب میکنه، سینگل رو یک ردیف از پیکسل ها رو براتون انتخاب میکنه و سینگل کالم یک ستون از پیکسل ها رو مثل یک خط صاف براتون انتخاب میکنه.